نیروهای امنیتی افغانستان عملیاتی را برای بازپس گرفتن شهر کندوز از دست طالبان شروع کردند. وزارت دفاع افغانستان گفت نیروهای دولتی زندان شهر و قرارگاه حکومت ولایت کندوز را از حضور جنگجویان طالب پاک کردند و نیروهای تازه نفس و ویژه برای بیرون راندن طالبان از این شهر نزدیک به مرز تاجیکستان فرستاده شدند. طالبان روز 28 سپتامبر با حمله غافلگیرانه از چند طرف شهر کندوز را اشغال کردند. مقامات تاجیکستان هم از ناآرام شدن مناطق مرزی افغانستان اظهار نگرانی می‌کنند و صحبت امروزه در این باره است با همکارم مومن احمدی در دوشنبه. مومن، مقامات تاجیکستان در رابطه با ناآرامی‌ها در کندوز چی میگویند؟ بله طاهر، مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان ضمن صحبت با ما تاکید کردند که مرز افغانستان با تاجیکستان زیر نظارت جدی قرار دارد و تاکنون یگان حالت مرزشکنی از جانب افغانستان به قید گرفته نشده است. کندوز واقعا یک مرز طولانی با ولایت ختلانی تاجیکستان دارد و قبلا گزارش ها نشر می شد که در نواحی نزد مرزی کندوز با تاجیکستان درگیری ها میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان جریان دارد. اما همکنون هم جانب مقامات تاجیکستان و هم جانب مقامات افغانستان تاکید میکنند که در نزدیکی های مرز تاجیکستان هیچ درگیری رخ نمیدهد و نیروهای طالبان بیشتر روی کندوز تمرکز کردند. اما امروز هم نیروهای انتظامی افغانستان بازپسگیری کندوز را شروع کردند و وضع را خیلی نسبت به روزهای قبلی خوبتر ارزیابی میکنند. جانب تاجیکستان در سیمای نیروهای مرزبانی تاجیکستان تاکید میکنند که هیچ تغییرات در خط مرز تاجیکستان با افغانستان مشاهده نمی شود و مرزبانان به حالت معمولی کار و فعالیت دارند. و ناآرامی ها به زندگی ساکنان ناحیه های نزدیک به شهر کندوز و یا تجارت بین تاجیکستان و افغانستان تاثیر گذاشته است؟ ببینید طاهر که ما صحبت داشتیم با ساکنان نواحی نزد مرزی تاجیکستان، از جمله اون نواحی که با ولایت کندوز افغانستان همسرحد هستند به مثل ساکنان ناحیه 5 و دیگر نواحی تاجیکستان که با افغانستان سرحد نزدیک دارند. آنها تاکید کردند که واقعا چند روزی پیش به طور جداگانه صدای تیرپرانی را از آن طرف مرز میشنیدند اما دیگر هیچ تحولات جدی را مشاهده نکردند. صبح که ما صحبت میکردیم با اون راننده هایی که به سمت افغانستان میرفتند، واقعا در پی این آوازه و این خبرهایی که نشر شدن آنها تا جای نگران هستند، اما تاکید کردند که حالا راه میان تاجیکستان که طریق بندر شیرخان با ولایت کندوز افغانستان میپیوندد بسته نشده است و هنوز رفت آمد جریان دارد تا کنون. یعنی هیچ دیگرگونی جدی هم در مرز در این نظارتگاه گمرکی با مشاهده نمی رسد. فقط اون ماشین هایی که از سمت افغانستان وارد تاجیکستان میشن و از اینجا وارد افغانستان میشوند کمی بیشتر از روزهای قبلی نظارت میشوند، اما راه ها باز هستند و وضع در نواحی نزد مرزی هم جانب تاجیکستان هم جانب افغانستان ناامن به نظر نمی رسد. این برداشت رو ما از صحبت با اون ساکنان و شاهدان و از مقامات انتظامی گرفتیم. تشکر. همکارم مومن احمدی از دوشنبه صحبت میکرد.